سلام بیننده گرامی، برنامه اخباری آزادی را با آخرین خبرهای جهان و تاجیکستان من مؤمن احمدی برندگی میکنم. امروز 4 ایول است. در برنامه این گزارش ها را داریم. جمهوری بلاروس را با عضویت سازمان همکاری های شانگهای پذیرفتند که 23 سال پیش از جمله با حضور تاجیکستان تأسیس یافته است. موج نوی بازداشت و اخراج از روسیه. مقامات روس در 6 ماه اخیر 0.5 میلیون مهاجر را از این کشور بیرون کردند. دردی که بیشتر از 4 میلیون نفر در افغانستان با آن گرفتار بودند. دردی نشأمندی که درمانش به سختی میسر می شود. وقتی میکشیدم مثل مرده بودم. وجدانم مرده بود، احساساتم مرده بود. با امضای یک سند رهبران کشورهای عضو سازمان همکاری‌های شانگهای جمهوری بلاروس را به عضویت این سازمان زیر نفوذ چین و روسیه پذیرفتند. سند قبول بلاروس، کشوری که آن را الکساندر لوکاشنکو رهبری می‌کند، روز 4 ایول در شهر آستانه پایتخت قزاقستان امضا شد. بلاروس که رهبری آن را آخرین دیکتاتور در اروپا می‌نامند، اولین کشور اروپایی شد که به این سازمان می‌پیوندد. لوکاشنکو بیشتر از 10 سال سعی داشت که کشورش عضو سازمان همکاری‌های شانگهای شود. در همایش آستانه امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان نیز حضور داشت. سازمان همکاری‌های شانگهای را که روسیه و چین همراه با تاجیکستان و قزاقستان و ازبکستان و قرقیزستان سال 2001 تأسیس دادند، یک سازمان برای مقابله با ائتلاف‌های غربی می‌دانند که ایران و هند و پاکستان هم به این شاملند. و در منطقه های گوناگون روسیه عملیات نیلگال 2024 جریان دارد که هدفش پیدا و اخراج مهاجران است که به ادعای مقامات روس غیر قانونی کار و زندگی می کنند. روز گذشته در ولایت آمسک در چنین عملیات 50 مهاجر را بازداشت کردند که نسبت به اکثر آنها قرار اخراج از روسیه صادر شده است. مقامات روس گفتند که در 6 ماه اخیر بیش از 0.5 میلیون مهاجر را از این کشور راندند. گزارش مولا رجب یوسفی را ببینید. دادگاه‌های یک ولایت روسیه سر از آغاز سال روان امر دادند بیش از 512,000 مهاجر برای اقامت غیرقانونی و دیگر قانونشکنی‌ها از کشور رانده شوند. به اطلاع مقامات ولایت خباروفسک، شهروندان خارجی قاعده‌های ورود و اقامت را رعایت نکردند و بر علاوه اخراج حق ندارند تا 5 سال دیگر به روسیه برگردند. معلوم نیست که چه تعدادی از این حساب مهاجران تاجیک هستند. عین زمان رید و شکار مهاجران ظاهراً در شهر و منطقه‌های روسیه همانا به شدت ادامه دارد. На территории Омской области проведен первый этап федеральной комплексной. ریاست کارهای داخلی ولایت آمسک روسیه هم روز 2 ایول با نشر نوار از بازداشت و تفتیش مهاجران در دایره عملیات نیلگال 2024 خبر داده است. در این منطقه به گفته مقامات 300 مورد قانونشکنی آشکار و 18 مهاجر را خارج کردند. برای مهاجرت غیرقانونی 9 پرونده جنایتی باز شده است. پلیس و نهادهای دیگر مهاجران را در ساختمان‌ها جستجو و تفتیش کردند. نگرانی مهاجران تاجیک از بازپرسی و تفتیش‌های چند ساعته در فرودگاه و گذرگاه‌های مرزی هم کم نیست. Аэропорт Москва Жуковский ҳамаро адай одамое ки новичок омадагия нав омадагия одамое ки паспортшон нав ҳамаро қапида депортация кардан бора ман ҳамиҷо вада қаба кардам. در این نوار به گفته مؤلف مهاجران تازه به روسیه آمده به دلیل خارج کرده شدند. پس از حمله مرگبار به کراکور سیتی در برخی از فرودگاه‌های روسیه صدها مهاجر تاجیک را با بهانه‌های گوناگون ساعت‌ها نگاه داشته اجازه گذر نمی‌دادند و به تاجیکستان برگرداندند. در همین حال هفته‌های اخیر برخی از مسافران در فرودگاه‌های دوشنبه از آن شکایت می‌کردند که هنوز پیش از پرواز در فرودگاه‌های تاجیکستان از آنها درباره سطح دانستن زبان روسیه‌شان می‌پرسند و اگر زبان را ندانند مشورت می‌دادند که از سفر خودداری کنند. مسئله زباندانی مهاجران هم ظاهراً حالا در روسیه جدی گرفته شده است. بیش از 4000 مهاجر به دلیل ندانستن زبان روسی نتوانستند از امتحان برای گرفتن شهروندی گذرند. از 1 январи سال 2024 برای شرکت در برنامه دولتی کوچبندی داوطلب باید اثبات کند که زبان روسی را در سطح گفتگویی و خطی می‌داند. به این ترتیب بیش از 4000 داوطلب نتوانستند شهروندی روسیه را بگیرند.
در مجموع به اطلاع وزارت معارف روسیه در 5 ماه اخیر شماره آنهایی که از امتحان روسی نگذشتند 10 برابر بیشتر شده است. آخر ماه این رهبر خدمات نظارت در ساحه معارف پیشنهاد کرده بود که روند امتحانگیری از مهاجران سخت‌تر کرده شود. در تاجیکستان حساب کردند که از 3 کودک 1 نفرش از نارسایی غذا رنج می‌کشد. بنیاد حمایت از کودکان سازمان ملل میگوید احتمال تعداد کودکان گرسنه در تاجیکستان زیاد شود. ریشه مشکل در کجاست و راه حل چیست؟ همکاران برای یوسفی و علیشیر ظریفی در این باره گزارش دارند. بنیاد کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف در دوشنبه در گزارش نوی خود گفته است در تاجیکستان از هر 3 کودک سنی تا 5 ساله 1 نفر به کمبیزاحتی شدید غذایی گرفتار است. این سازمان شرح داده است که چنین کودکان نمیتوانند خوراک سرغذا و گوناگون را دسترس و استعمال نمایند تا به طور مناسب رشد یابند. نمایندگان وزارت تندرستی تاجیکستان این ارزیابی یونیسف را چندان درست نمی‌شمارند. من فکر میکنم که اینو در نظر دارن نارسایی موادهای غذا، یعنی دسترس نبودن همین موادهای غذا. دیگه من همین قید کردنی هستم که در تاجیکستان برای غذا دادن کودکان تا سن 5 ساله تمام شرایط وجود دارد. فقط طرز درست استفاده بردن و سر وقت استفاده بردن همین موادها ضرور است. وزارت تندرستی تاجیکستان در مورد کمبود غذای کودکان تا سن 5 ساله آمار خود را دارد که بر اساس تحقیقات متخصصان وزارت به دست آوردند. از 1,263,770 کودک همگی 6%شون 6% به این بیماری و کم وزنی گرفتار هستند. من تحقیقات سالی کمبود غذا و گرفتار هستند. 6% که این نشاندادهای دیگر دولت ها 5% تشکیل می‌دهند. از ما 1% مونده است. 1% ما می‌توانیم که تا سال 2030 به این مقصد برسیم. با گفته نماینده وزارت تندرستی، حکومت تاجیکستان برنامه خاصی غنیسازی غذا با ویتامین ها، مخصوصاً آرد یا غذای اصلی کودکان از 6 ماه بالا و کلان سالان را روی دست گرفته است که با تامین کودکان تا 5 ساله به غذای ضروری مساعدت خواهد کرد. بنیاد کودکان سازمان ملل متحد در تحقیقاتش ذکر کرده است که عامل اصلی کمغذایی کودکان قادر نبودن عائله‌ها به خرید خوراک سرغذا و قادر نبودن والدین به قبول و رعایت عملیه‌های مثبت غذادهی کودکان میباشد. شیری مادر که نرسید پیچینی گندمک میده میکنیم میتیم بود میشود که آبی شوربارتی میشود که مثال گیریم مخصوص شیر برای کودکان منم خیلی میوگی را میده میکنیم همه خودش غذا میشه. خیش شیر مادر میدودیم. شیر مادر حوزی نمیرسه. شیر مغازین میگن دکتر با تعیینات دکتر قطیمیتی ما چیزامو خیلی نوی مغازین قیمتتر به موش وزیرمو نمیرسه. طبیبان هشدار میدهند که کمبود دسترسی کودکان به غذا پیامدهای ناگوار داشته این باعث به بیماری‌های گوناگون، قامت کوتاه داشتن و جسماً درست انکشاف نیافتن میگردد. با اطلاع بنیاد کودکان سازمان ملل متحد بیش از 431,000 کودک سنی تا 5 ساله در تاجیکستان با کمبیزاحتی شدید غذای کودک گرفتارند که این باعث تا 50% افزایش یافتن احتمالیت گرفتاری آنها به لاغری میگردد که یک شکل به حیات تهدید کننده کمغذایی است. با وجودی که در افغانستان 20 سال تلاش کردند کشتی بنگ و کوکنار و نشأمندی کم شود، ولی در زمان حکومت طالبان دوباره استحصال مواد مخدر و استعمال کنندگانش افزایش یافته است. گزارشی را در این باره همکارم طاهری سفر تقدیم می‌کند. مزمل شاه میگوید 9 سال باز هروئین، افیون، حشیش و متامفتامین استفاده می‌کند. با گروه از معتادان دیگر در یک گوشه کم آدمی شهر جلال آباد زندگی می‌کند و مدتی دراز به خانه‌شان نرفته است. زن و 3 فرزندش را در خانه و تنها و بی سر و بان گذاشته آمده است. میگوید مواد مخدر زندگیش را سوخت. بسیار دردناک است. یک شب دور از کودکان مثل 10 سال است. من همسرم را دوست داشته گرفتم ولی به سبب افیون و شیشه طعم ازدواج و زندگی درست را نچشیدم. تا سال گذشته افغانستان بزرگترین تولیدگر مواد مخدر در جهان بود. معنی پرورش کوکنار با دستور طالبان گویا در بعضی از منطقه‌ها کشتیان را تا 95% کم کرده است. به اعتراف خود طالبان هنوز هم میزان اعتیاد و یا نشأمندی در افغانستان بسیار بلند است و در کشور 4 میلیون نفر به این درد گرفتارند.
متخصصان افغان میگویند نبود اطلاع درست این مشکل را در جامعه زیادتر میکند. از بس که در این زمینه کمک بین المللی نیست، هیچ تحقیق درباره تعداد نشأمندان وجود ندارد. سبب‌های نشأمندیشان معلوم نیست. اگر چنین اطلاعی وجود ندارد، جامعه ضرر می‌بیند. بعدی به سر قدرت آمدن طالبان در 3 سال پیش بیشتر از نصف مرکزهای درمانی معتادان درهای خود را بستند چون دیگر پول نیافتند. اما یوسف خان و دیگرانی که در مرکزهای فعال ماندند میگویند کمک این مرکزها برای رهایی از معتادی بسیار زیاد است. خودش حالا طبابت میگیرد. من پشیمانم. زندگیم را از نو آغاز کردم. وقتی میکشیدم مثل مرده بودم. وجدانم مرده بود. احساساتم مرده بود. مزمل شاه از طالبان میخواهد برای معالجه نشأمندان درمانگاه‌های بیشتر باز کنند. به قول او بر علاوه منع کشت کوکنار باید خرید و فروش آن را هم منع کرد. اگر آنها قاچاقبران و فروشندگانش را دستگیر کنند، کسی برای خریدن نمی رود. کسی دیوانه نشده است که رفته مواد مخدر بخرد، امکان خریدن را هم نمی یابند. با گفته مزمل شاه و دیگر معتادان با وجود تلاش‌های طالبان برای منع پرورش کوکنار، مواد مخدر در افغانستان در همه جا و به آسانی یافت می شود. در تاجیکستان برعکس سال گذشته قیمت تربوز یکی از پالیزه‌های سرخریدار به حد پایین آمده است که کشاورزان به قول از کشتی کردهشان پشیمان شدند. اگرچه خریداران خرسند هستند ولی کشاورزان در این میان زیان اقتصادی می‌بینند. برات یوسفی گزارش می‌دهد. خرسندی از فراوانی حاصل و نگرانی از کم خریداری تربوز. کشاورزان تربوزکار شکایت دارند که به علت کمی خریدار حاصل فراوان تربوز را تلف می‌دهند. مخصوصا در مناطق جنوب تاجیکستان حاصل تربوز زیاد است ولی خریدارانش اندک. ما مردم دهقان برای پرورش تربوز زحمت زیاد کشیدیم. از سبب نبودن خریدارها تربوزهای ما در زمین خوابیده ویران شده ایستاده‌اند. صحنه بازار عمده فروشی تربوز و خربوزه در دوشنبه در نظر اول خیلی گرم و سرخریدار نمایان می‌شود. در قطار بیشمار ماشین‌های پربار تربوز و خربوزه آدمان زیاد به نظر می‌رسند، اما آنها همگی تاجرند که از چندان زیاد نبودن خریدار شکایت دارند. تربوز عینویه فرخور میاره نرخ نواش دهقان در قیمت دایجا ارزون داده سمکه. مثلا دهقانا بار کسین 12 سم 13 سم 9 سمکه 5 سم دایجا نکش دسته که سودا منسسته خدار اشکر خیمه شوه که بعد نیسته که سالهای پیش روزی افغانستان ازبکستان قرغیز نبرده سه که این محصولات مورا که این تربوزی هم نیسترا نبرده سه که برای سبب شما نمیدونم در بسیاری در چیه که نرفته سه همش در نمی گیپرازین جمع شدگیه. حاصل فراوان به حد بسیار شدگیه خوب شدگیه. به هر حال مردم کمبغل هم اصلا تربوز خوردیم سال. ایران همه تربوز روزی 8 سم 9 سم داده سیمش مثلا همجا 12 سم غلای ایسوب بزرگ زوال بسیاریش 8 نه عینر خدی خونده ارزان داده سیمش. خریداران از ارزانی تربوز در موسم امسال استقبال میکنند و مطمئنند که نرخ آن به زودی بالا نخواهد رفت. هر سال 25 30 سوم بود، امسال شگونه خود 10 12 سوم خیلی نرخ قریب که یک برابر پایین فرو آمده است. تربوز یکی از پالیزه‌های مفید تابستان است که در تاجیکستان پرورش گسترده دارد. بنا به اطلاع وزارت کشاورزی تاجیکستان این سال میدان کشت پالیزها یعنی تربوز و خربوزه در خواجگی‌های دهقانی و جمع‌آوری جمهوری قریب 18000 هکتار را تشکیل می‌دهد. تا حالا حاصل همگی 5000 هکتار جمع‌آوری شده است. هر موسم این یا آن محصولات کشاورزی همین گونه شدیداً ارزان یا گران می شود. سبقش آن می شود که سال آینده تربوز کمتر کشت و نرخش بالاتر خواهد شد، اما محصولات دیگری سرنوشت امسال تربوز را خواهد داشت. سپاس که تا این لحظه ما را همراهی کردید. از آنچه در جهان و تاجیکستان می‌گذرد بخبر نمانید و به وبسایت آزادی.org و صفحه‌های رادیو آزادی در فیسبوک، تلگرام، ایکس و اینستاگرام و تیک تاک و یوتیوب سر بزنید. خوش و خوب و کامگار. خدا نگهدار.